عین حال ما در مکان حادثه بین‌النهاد مدهش قرار داریم که در تاریخ 19 ایون سال روان دخترک با نام آسیا را سه پسر بچه نابالغ در همین پنجره بسته از علف‌های خشک در گردش جمع میکنند و علف‌ها را آتش میزنند. بنابر سبب آتش بندهایی که در پایهای آسیا بسته بودند اونها کنده میشوند و هنگام آتش گرفتن لباسهایش رو به جانب خانه عمکش میآورد که در آنجا دختر عمکش عایشه بر رویش آب پاشیده آتش رو خاموش میکند. اگر اومدم پیش پاس رفتم اومد دیدم گفت که گفتم من حادثه کردم اون در خاطر میزنم و ساکش من به من فساد داد ما ادمی و رفتم الله اصلا بورسانی من کرده حادثه کی میکشده بود که من نکرده یا دیونا را مونده بوده که باز میموندن دیونا میگشته اینا میبرده محکم میکنه کیا نه کاری خطا نه تاسوندم همش تو بو میگه دختر کی روزد با او با چوکات بسه روزد گوگل تکجی گرفته او گرفته خایده یاسنده کی بچه کدوم بچه نمش چیه نمیدونم جوروتا و قدر هدور برو چی رفتین ساگت کنی همیشه ساگه یا مرا نشونش بدی ساگه پیشم سوالات بانو الان اگون چه جاکی با اجماع گفتم کاغذ گرفتم و نوی و رفتم رینسک رایون رفتم پیشی منصور رفتم ارزن و رسونده داد پیش کی روی کرد کریم فیروزه روی کرد ما بردیم دادیم و یا هفدهم چطلا دا با فایرات کردن اومدن این گودک گرفتن و چت که گرفتن بردن و من اکرخونه تلفن کردن من بردم و یا کمیسه اینو نگذرونم قزوره نولا کردیم نگو برگو دامو مکتبتون مو نگو میبریمش دکتر میگذرونه همین عصبشه وقتی تاوت چکدن چریت نوی گفتگیانشه اینا هم در میشکنه تریزه میشکنه این اوچاش نباشه چیز چورا میبره میفروشه کورش دزیه خب اون کوچه دم در مردم زیانش میرسه ایرو اینمی سگوشو گودکور روز نمیتیایو میکنه همه اینمی همسایه روز گفتم که مقصد اگه اون کس بیایم او همیشه کویاد میکنیم که روز نداریم های دستیم